روز 9 ایون سال 2022 مردم زیاد در گذرگاه جرتیپا در منطقه نیترالی در بین مرز تاجیکستان با ازبکستان مدت 12 ساعت در ماندند. در این باره کانال پادربیچل اوز در تلگرام خبر داد گذرگاه جرتیپا در روبروی گذرگاه سرز در مرکز نویه ارگوت ولایت سمرقند ازبکستان با شهر پنجکند ولایت سغد تاجیکستان جایگیر شده است. پاتریبیچل اوز می نویسد مردم در هوای سوزان چندین ساعت بی آب و بی غذا در ماندند. مرزبانها گفتند که کدام یک برنامه کامپیوتری که همه نقطه های باجخانه های ازبکستان را با هم می پیوست از کار مانده است. صاحبکارانی که روز 9 ایون برای درست کردن اسناد گمرکی بارهایشان به باجخانه های ازبکستان مراجعت کرده بودند نیز خبر دادند که تمام شبکه باجخانه این کشور از کار مانده بود. خدمات مطبوعات کمیته باجخانه ازبکستان در کانالش در تلگرام پیش آمدن مشکل در فعالیت نقطه های این نهاد را تصدیق کرد و گفت سرورهای شبکه واحد اتوماتیک کمیته باجخانه دچار مشکلات فنی شده است و حالا این مشکل رفع گردیده شبکه به تدریج به کار درآمده ایستاده است. این در حالی است که چند روز باز در شبکه‌های اجتماعی ماجرای پاره‌گیری مرزبان‌های تاجیک در گذرگاه سرز مورد بحث‌های گرم قرار گرفته است. عظمت ایشانقلوف یک ساکن سمرقند که همراه برادرش و همسرانشان برای استراحت به ولایت سغد آمده بود در گروه پنجکند را دوست می‌دارم در فیسبوک خبر داد که در راه بازگشت آنها را در گذرگاه سرز اذیت دادند، نسبتشان بدرفتاری کردند. بنا به نقل او عظمت و برادرش از 3 مای تا 5 ایون در آسایشگاه بهارستان استراحت کردند و هنگام ورود به تاجیکستان در گذرگاه ظفرآباد و طول چند روز استراحت در بهارستان از معامله خوب مرزبانان تاجیک و مسئولان آسایشگاه خوش و راضی بودند. در بازگشت خواستیم که از نقب شهرستان و دیدن هفت کول بهره مند شویم. یک جهان تصورات گرفتیم، خیلی خرسند شدیم. از نقطه سرحدی سرز وارد ازبکستان شدیم، لیکن از معامله های دغل و طمع‌جویی قشون‌های سرحدی تاجیکستان خیلی حیران گشتیم و آن یک هفته استراحت و طبابتی که کرده بودیم برباد رفت، نوشته است او. بنا به نقل ایشانقلوف آنها را ساعت 18 با بهانه‌ای که گویا یک هیئت باید گذرد بیش از 2 ساعت در گذرگاه اجازت عبور ندادند و در این مدت با الفاظ قبیح نسبت به آنها بدرفتاری کردند. می نویسد عظمت ایشانقلوف او اظهار امید کرده است که این نامش به دست مقامات می رسد و آنها گوش افسرانشان را تافته می مانند.